بهترین زبان برنامه‌نویسی چیه؟ پردرآمدترین زبان برنامه‌نویسی چیه؟ این جملات غلطیه. اصلا چیزی به اسم پردرآمدترین زبان برنامه‌نویسی یا بهترین زبان برنامه‌نویسی دنیا وجود نداره. دنبال پردرآمدترین و بهترین زبان برنامه‌نویسی نگردین که دارین وقتتون تلف می‌کنین. بهترین زبان برنامه‌نویسی همون زبانی که شما بهش علاقه دارین، با پیشینه برنامه‌نویسیتون بهتون میخوره و اینکه تو اون حوزه‌ای که دارین کار می‌کنین و بهش علاقه‌مندین به درد میخوره. پس این که میگن فلان زبان خوبه بریم اونو کار کنیم، گزاره غلطیه و به خاطر حرف این و اون نرین یه زبان یاد بگیرین. فقط و فقط سر علاقتون به اون حوزه و ببینین تو اون حوزه خاص چه زبانی الان ترنده، برین یاد بگیرین. نگران هم نباشید که زبانی دارین یاد میگیرین که فردا قرار از بین بره. از بین نمیره این زبانی. اگر شما متخصص باشی توی هر زبان و فریم ورکی بهترین درآمد رو داری.